سرخط خبرها. یک ساکن فیض‌آباد را برای زدن وکیل جزا دادند. مهاجران تاجیک پول را به ازبکستان روان می‌کنند. و قزاقستان صادرات شکر را منع کرد. نرخ آن قیمت می‌شود. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. به برنامه نوید بامدادی خوش آمدید. امروز 16 می است. شرکت هواپیمایی سومون ایر پروازها را از دوشنبه به فرودگاه ونوکوو شهر مسکو راه اندازی می نماید. خدمات مطبوعاتی این شرکت خبر می دهد که شروع از امروز 16 می همه روزه یک پرواز در مسیر دوشنبه مسکو به فرودگاه ونوکوو و یک پرواز دیگر از دوشنبه به فرودگاه دمدیدوو انجام داده می شود. قبلا هر دو پرواز خط‌سیر دوشنبه مسکو به فرودگاه دمدیدوو صورت می گرفت. در سامانه رسمی سومون ایر نرخ چیپتای پرواز از دوشنبه تا مسکو 367 یورو یا حدود 4800 سومانی و از مسکو به دوشنبه قریب 3 مراتب ارزانتر 130 یورو نزدیک 1700 سومانی نشان داده شده است. نشریه مستقل بیرژا در ازبکستان از افزایش انتقال مبلغ مهاجران ازبک و تاجیک به این کشور خبر داده است. به اطلاع این نشریه تنها در ماه اپریل سال جاری به ازبکستان بیش از 1 میلیارد دلار مبلغ فرستاده شده است. نشریه می نویسد که افزایش حجم انتقال مبلغ به محدودیت‌ها در قرقیزستان و تاجیکستان وابسته است. در این کشورها در دریافت اسعار خارجی محدودیت‌ها وجود دارند. از جمله در تاجیکستان گرفتن پول خارجی به شکل نقد مشکل دارد، آمده است در نشریه. به نوشته این نشریه در تاجیکستان به ساکنان با اسعار ملی مبلغ می‌دهند. به این خاطر هم مهاجران از کشورهای همسایه مبلغ‌های خود را به ازبکستان انتقال می‌دهند تا آنها را با دلار و روسی نقد بگیرند. اما نشریه نگفته است که مهاجران تاجیک و نزدیکان آنها چگونه مبلغ را از ازبکستان دریافت می‌کنند. چند ماه اخیر بانک‌های تاجیکستان در انتقال و ساکنان برای دریافت مبلغ‌های فرستاده‌ای نزدیکانشان به مشکل روبرو شدند. بیشتر ساکنان به ما می‌نویسند که مبلغ فرستاده‌ای آنها را بانک‌ها به عوض قرب پس عوض می‌کنند و در بعضی حالت‌ها پول را با محدودیت می‌گیرند. بیننده های عزیز، شما هم می توانید به ما زیر این برنامه نویسید که هنگام انتقال و یا گرفتن مبلغ چی مشکل دارید. یک ساکن ناحیه فیض‌آباد را با گناه با تبر زدن وکیل دهه به 15 سال زندانی نظام سنگین محکوم کردند. حادثه ماه اکتبر سال 2021 روی داده. حکم تنها ماه اپریل امسال صادر شده است. موقع نزدیکان و وکیل مدافع محکوم شده دسترس نیست. دادستانی کل در بیانیه گفت نوریدین کمالوف ساکن دهه آفتابرویه ناحیه فیض‌آباد 24 اکتبر سال گذشته وکیل دهه قربان علی دولتوف را برای راهنمایی کردن ماموران خدمات آتش نشانی به خانه‌اش با تبر زده است. آن زمان کمالوف را به استفاده غیر قانونی نیروی برق با استفاده از اسباب خودساخت متهم کردند. دادگاه عالی تاجیکستان پرونده این ساکن ناحیه فیض‌آباد را بر اساس ماده سوءقصد به کشتار بررسی کرده است. معلوم نیست که در مرافعه چی گذشته و نوریدین کمالوف سبب رفتارش را چگونه شرح دادند. امروز 16 می عدالت کامل و هنرمندی مردمی تاجیکستان زاد روز دارد. او کار هنری را از ناحیه میرسید علی حمدانی آغاز کرده سالهای زیادی راهبر دسته‌های هنری در کولاب و شهر بختر بود. 10 سال اخیر تا بازنشسته شدن راهبر دسته هنری شش مقام در ختلان بود و او را همچون شش مقام سرای نامدار میشناسند. هرچند اوج محبوبیت او در شوروی سرود سبز نرنگ و بچه مردم بود که در بایگانی رادیوی تاجیک باقی مانده است. نمی بخشم گناهت را نمی بخشم که سرگردان دل کردی بروی گردان شدی از من که در دونان مردان یار نامردان شدی از من. 1.5 سال شد که بیماری بستریم، راه گشتن نمیتونم. پسرچم بعد وفات پدر 6 ماه پس با کسل انسول گرفتار شد. این با 5-6 سال بود که
او بیماری بستری جاگه بود. امسال 24 فوریه از عالم گذشت. پیش ای پسرچم زمان جان در راهبری موسیقی انسامبل دولتی لولا به نام ولمتزاده که یک خیلی کسل شد که هیچ کدرک نیافت. کسل یک 3-4 ماه دوام نداد، بچه در عالم درگذشت. آوازی فارمت را، چشمانی پر نمت را، هم شادی و غمت را من یاد کردم آچه. بالین و بیسترت را، روی مالکی سرت را، بالین و بیسترت را، روی مالکی سرت را، تو ماری در برت را من یاد کردم آچه. انا می سرودان حالی نرفتن. دختری خوشبخت بودم، دختری خرسند بودم، به حد غم تماما ره نمیدادم، در نغز نمیدیدم غم خوردن، روی هم غمدار شدم. شکرانه میکنیم با پروردگار خیلی همین خیلی تقدیری ما قلم کشیده بود است. نصیب باشه اکنون من میخوام که سرودای بچه ها زنده کنم، کمتر خدا همین سلامتی ما ساز کنه. من حتما میرم سرود این بچه ها را چی میگم که همه ایادی مردم بچه ها نروند. یاری من در تگی دلانه، با دلی خسته پر ارمانه، چشمکاش برای من چاره، به خدا در تگی دلانه. قزاقستان و پاکستان صادرات شکر را منع کردند. هرچند حصه واردات شکر از قزاقستان به تاجیکستان زیاد نیست، اما پاکستان یکی از صادرکننده های اساسی به شمار می رود. در تاجیکستان شکر یا قند استحصال نمی شود و از این رو کارشناسان از قیمت شوی آن در منطقه هشدار می دهند. در نظر است از هفته آینده 20 می جمهوری قزاقستان صادرات شکر و قند را به خارج کشور منع کند. چند پیش شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم صادرات شکر از این کشور را ممنوع اعلام کرد و این تصمیم را برای تأمین نیازهای داخلی و به اعتدال آوردن قیمت شکر در این کشور گفت. افزایش نرخ مال و محصولات در تاجیکستان در گذشته نیز بارها باعث نگرانی ساکنان شده است. فعلا نرخ 1 کیلو شکر در بازارهای کشور 12 سومانی و در برخی منطقه های دوردست از این بیشتر است. دادگاه در شهر سوواروی ولایت توله روسیه 8 شهروند تاجیکستان را به جرم غارتگری محکوم به زندان کرد. از مواد پرونده که در سامانه رسمی دادگاه نشر شده است، این مهاجران زاده تاجیکستان بوده اساساً هموطنهای خود را غارت می‌کردند. حکم اعضای این گروه هنوز به اجرا ندرآمده است و آنها می‌توانند به دادگاه بالایی شکایت برند. نظر محکوم شده ها به این جرم‌های بزیدشان اعلان شده دسترس نیست. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بخوزاده همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی بیخبر نمانیم. 16 می سال 2006 رویخط محبوسان گوانتانامو نشر شد که در آن نام 11 شهروند تاجیکستان هم بود. آنها در زندان آمریکایی واقع در جزیره کوبا نگهداری می شدند. شهروندان 27 تا 43 ساله تاجیکستان در قطار بیش از 700 نفر دیگر در سالهای اول 2000 با گمان عضویت در صف گروه‌های جنگی شورشی و القاعده در افغانستان و پاکستان بازداشت شدند. برخی گمانبران بعداً به زندان‌های کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان انتقال یافته، دیگرها آزاد شدند. 16 می سال 2017 در تاجیکستان در نزد دانشگاه‌های عالی کشور شوراهای دیسرتاسیونی تأسیس شدند که با تقدیم عنوان‌های علمی مشغول می‌شوند. این تصمیم بعد آن قبول شد که حالت‌های اثردزدی و از خودکنی کارهای علمی دانشمندان روس از جانب عنوانجویان تاجیکستانی در پایگاه مستقل دیسرنت رسانه‌ای شد. این زمانی بود که برای عنوانجویان تاجیک محض روسیه محلی با اعتبار دریافت عنوان‌های علمی گردیده بود.
моҳи майи соли 1903 шоҳназар соҳибов дар бухоро таваллуд шудааст ки дар 70 соли умраш барои ҳифзу муаррифӣ ва рушди мусиқии классикии тоҷик заҳмати зиёд кашидааст. баъди ҷанги дуюми ҷаҳон ӯ ҳамроҳ бо Фазлиддин Шаҳобов, бо Боқул Файзуллоев, Мухтор Ашрафӣ ва дигарҳо дар таъсиси ансамблҳои шашмақом ва созҳои миллӣ кор кардааст. яке аз муҳимтарин корҳои соҳибов ва ҳамтоёнаш дар он солҳо ба нота ва рӯи коғаз овардани даҳҳо навои шашмақом буд ки барои омӯзиши он ва таълимаш дар мактабу донишгоҳҳои мусиқӣ мусоидат кардааст. бонки миллӣ арзиши қурби асъори хориҷиро барои имрӯз 16 май чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, ин буд барномаи навиди бомдодӣ. фардо ҳамин вақту соат шуморо мунтазирем. худо нигаҳбонатон.